سلام دوستان، امروز اومدیم توی این ویدیو ببینیم کدوم رو انتخاب میکنیم. خب اول شمشیر دایمندی که ما شمشیر دایمندی انتخاب میکنیم که برای کشتن این دوتا زامبی درباز میکنیم. خب میریم برای پیککس برای کندن این دایمند ها. اولی سنگیه، دومی دایمندی. خب ما دایمندی انتخاب میکنیم. خب این هم تموم شد، این هم بذاریم سر جاش. میریم برای تیرکمون. دوستان من نظر شخصی خودم رو بگم، این راحت تر از اینه. چرا؟ چون سریعتر میزنه، با هدفگیریش هم دقیق تره. بریم خب دوستان بیای هدفگیری. اولین تیر، دومین تیر، با دومین تیر دقیق زدیم تو وسط. خب بریم برای طلا دایمند. این برای طلا معلومه دایمند، چون آرمور دایمند و شیلد که نه، آرمور و کفش و اینا همه دایمندش قوی تره. من این دایمند رو انتخاب میکنم. دومیش برای این لونه پر از کریپر، شمشیر یا شیلد. خب من شیلد رو انتخاب میکنم. مردم.